در سوال دوم چی بود میبخشید به یک طرف دیگر خب سوال در کلی درست بود. چی احساس میکنین امشب والا که awkward چی احساس میکنین که امشب شما از به حساب از میزبانی به مهمان چی میشین تبدیل میشین؟ it's a good change بله relax یک سرپرایز یک چی میگن شاید مسئولیت چی شو فکر میکنین چی اما فیلینگتون چه قسم فکر میکنین که شما کنترل برنامه را امشب خودتون دارین یا ندارین؟ پیش خودم واقعا چی احساس میکنین؟ نه والا من فکر میکنم امشب قسم که خودت گفتی که در قسمت برنامه کار نکو بیا برنامه را ما پیش میبرم ما هیچ کدوم مواد چیز تهیه نکردیم اکچولی دوستا بسیار ایمیل زیاد داشتن که ان شاء الله تعالی هفته آینده دوباره با برنامه که میبرم اگر علی جان آمد شور خودش گرفت دیگه پیش برد خب به هر صورت اما دیرو هفته پیش بسیار سوالای پیش آمد که دوستا کرده بودن از ما و خواندن‌های فرمایشی داشتن و ما بازم تنها یک چیز را که یکی از دوستا هفته پیش درباره یکی از هنرمندای ما پرسان کردن که ناصر کمال دوست کجا هستن. یکی از هنرمندایی بود که در افغانستان میخواندن و مدت بسیار طولانی بود که مردم دیگه ازشون خبر نداشتن. بعدن یک برادر ما برای ما یک ایمیل روان کرده بودن، شاولی جان فکر میکنم آصفی از آلند گفته بودن که آقای کمال در استرالیا سیدنی تشریف دارن و در ضمن جالبشی بود که من یک دانه در یوتیوب خواندنایشان هم پیدا کردم. دوستایی که میخواد که بفهمه درباره آقای ناصر کمال دوست میتونن در یوتیوب هم برن. ما میتونیم امشب یک ویدیوش داریم اگر وقت رسید ان شاء الله تقدیم دوستا میگیریم. پس سوال من هنوزم صحیح جواب ندادین شما. خب چیه؟ گفتم از درباره ازی که احساستان امشب از پشت کامرا میشینین به حساب یک مهمان. شوخی مسئله شوخی خواست بس ما راستی همی تو نروس میشین یا نه یا فکر میکنین کدام چیز تغییری فکر میکنین یا نه؟ من کامرای ما بسیار چیز است من نمیدونم کدام کامرا میرم. خب بس خب شما مهمان هستین به او خاطر باید شما ضرور نیست که چی من افتخار میکنم که علی جان در پولی خود دارم، تمیم جان در پولی خود دارم. همین خودش یک احساس بسیار خوب است که در پولی دو تا هنرمند موفق کشور ما هستم، در بین دو تا جوان هستم که در جامعه ما قبول شدن و نربایس هنرمندای خوب و من مطمئن هستم که در آینده شما کارهای بسیار خوب و بزرگ و بهتر در جامعه خواهد کردین. کم برنامه خودم اگه بیه من وقت تازه برنامه رو شروع کرده بودم بسیار نروس بودم. به همیشه فکر میکردم که اشتباه نگویم یک از پیش من خرابی نشه. اما پس با مرور زمان دیدم که اگه اشتباه میشود چون برنامه لایف خالی از اشتباهات نیست. اما دوستا بیننده ها همیشه ما رو بخشیدن با اشتباهات ما یا حرفایی که از دهنمان ناغلطی بیرون شده و به مو عادت کردیم. حالا اگه من هست باشم یا میمان باشم اردوش به من یک احساس داره. خب خیلی چونه کدام تغییری نیست دیگه. من تو فکر کردم که حتما یک ذره شاید یک تغییری باشه به حساب یک تمام یک ذره زیر تاثیر خودت آمده. دیگه سوالات ترسیم که باشه چی رقم سوالا خواهد چرا بترسین؟ دلیل ترس چی خواهد باشه؟ چرا یعنی بترسین؟ یک هنرمند مثل خودت از ما سوال میکنی دیگه من در صد چیز فکر میگیره که خب علی جان چی خواد سوال کرد چی پرسان خواد کرد چون من زندگی بسیار زندگی سیکرت دارم. خودت قسم که میفهمی حتی جایی که زندگی میکنم خودت دیگه فکر قسمی است دور از همه. بهتر است یک مسئله مهمی است که وقتی که ما شما درباره مسئله شخصی پرسونال وقتی که کسی که آرتیست می باشه دارای هنر می باشه روبروی صحنه پرده تلویزیون می باشه یک چیز بین المللی هست که از مردم جهان بسیار به حساب از هر نگاه مثلا سکیوریتی ایشوز به حساب بگوییم از هر حساب بعضی مردم ها خوش نمی داشته باشند، بعضی مردم ها از دوستی زیاد میخواین که همکاری نشان بدن، دوستی احساس زیادتر نشان بدن، پیدا کنن معلومات. این مسائل هست که دائما مردم ما میخواین که از حساب از آرتیستای خود بدانن زیادتر. اما بعضی اوقات چون که واقعا مسئله آرت و پرسونال ریلیشنشیپ زندگی فرق میکنن او را خود کل مردم ما هم میفهمن. میگه تا اندازه آدم پیش میره در راه کار یا هنر یا که تا بتونیم ما شما همه را از خود خوش نگاه داشته باشیم. خدا کنه که ما امشب سوالایی که میکنیم شوخی آمیز و فقط خودتانم تو نروس نشین که خدا نخواسته ما شما کدام سوال پرسونال کنیم که شما فکر کنید که خدا نخواسته که باعث رنجش نه من هیچ اصلا
چیزی ندارم که از کسی پنهان باشه، اما زندگی من بسیار واضح و معلوم است. چون من گفتم در زندگی من دوستان والو است. خودت میای خانه من تا اینجا میای اصلا دیگه هنرمندا میان رفت آمد در ما بر روی همه باز است. و یگانه چیزی که من ندارم هیچ وقت غرور نداشتیم، همیشه فکر کردیم که من کوچک هم هستم و بودن ما در بین مردم خب شاید قدر رول مهمی در زندگی نداشته باشه، اما وقتی که در جامعه ما هستم با دوستا هستم میفهمم که یگان دفعه یگان کار مثبتی که میکنم قابل قبول مردم قرار گرفته. مردم دوست داریم، هر جایی که میرم دور مرد دوستا و بیننده ها و علاقمندایم جمع میشه. خود از این برای من یک افتخار است که شکر در جایی که هستم خوب هستم. خوب، بسیار خوب. پس امشب مردم تو فکر نکنن دوستای عزیز که ما اینجا آمدیم ششتیم فقط به حساب میزبان برنامه و سوالای زیاد پرسونال یا به حساب جامعه مردم خود بکنیم. ما میخوایم که برای مردم عزیز خود بگویم امشب که آمدن ما به این برنامه فقط واقعا که ما عوض جان دوست بسیار با مدت کم دوست بسیار خوب ما شدن و اما احساسی که در مقابلشان داشتیم، صدایی که اینا سر ما کردن و صدایی که ما سر از اینا کردیم هیچ وقت خالی نماندیم. امشب ما با میزبان برنامه که هستم، نه تنها میزبان و اسپانسر همین برنامه هم به قسمی که یک روش سنجیدیم شده میتونیم که میخوایم که امشب هم باشیم. آیا باید مردم ما بفهمند که ما فقط کاری که امشب کردیم که مردم بفهمند که ما چقدر بتونیم با هم بستگی و اتحاد داشته باشیم. مردم ما بفهمند که ما آمدن یک هنرمند با یک هست یا هست با یک هنرمند یا دو هنرمند یک جای شدن بسیار یک کار مهم است. ما باید از سر یکی دیگه خود شروع کنیم و بعد از اون مردم دیگه از ما رنگین‌تر بسازن. و امشب ما کاری که کردیم خاصی کاری بوده که ما همبستگی و اتحاد خود با نه تنها با وایس جان با همگی نشان بدیم. اگر به حساب از یک ملت هستیم، یک مردم هستیم، یک خون هستیم، باید یکی دیگه خود سپورت کنیم، از یکی دیگه خود به حساب تشویق کنیم، بتونیم که با می قسم مصدر خدمت جامعه خود شیم، خصوصا جوانای خود با خود داشته باشیم. The younger generation supposed to be supporting the whole thing. We all together unite together, commute together to do this together. ما فکر کنم مهمترین مسئله همین بوده امشب آمدن ما که مردم بفهمند که ما اینم قسم با هم دیگر اگرچه که از جامعه افغانی هم دور بودیم، اگرچه که بسیار وقت بوده دور بودیم، ما بازم که پس آمدیم بازم ما احساس افغانیت خود با دوستای خود با مردم خود و هم یک تغییری که میاره میخوایم که همه نه تنها ما شما این کارا بکنیم، دیگه همه دیگران از ما و دیگران این کارا را شروع کنن، اتفاق هم بستگی را در بین خود پیش بیاریم. چی فکر میکنید در این باره شما؟ ما میره همیشه گفتم ما کم روشنی بندازیم. ما چند روز پیش پرنس علی از من پرسان کرد که چطور مسائل مصارف شو چه قسمی است. من اینجا نگفتم که فعلا شو بسیار کم اسپانسر داره، بسیار مشکلات ما میتونیم شو رو پیش بریم. تا خود آقای خطابا که من کمکی که میکنم من راستی واقعا ازش ممنون هستم. خب علی جان که برای من گفت خیلی که کار میکنیم چون کنسرتی هم که من دارم چه رقم میتونم تو به من میشه اومدی برنامه درباره کنسرت من صحبت کردی پروموت کردی کنسرت های من چطور میتونم کمک کنم. گفت خودش آمد گفت من یک کار میکنم هر بیننده که از طریق برنامه خودت تیکتای کنسرت رو بخره من $10 کمک میکنم به برنامه گذرگاه هنر. گرچه که این یک به حساب کنسرت جهانی که هست